این سال من فکر میکنم که برای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رمزی میشد، سال رمزی میشد. رمزی با کدام مضمون که همین سال حزب چگونه حزب بودنش و اعضایان حزب چی موقعی و چی مثال که استواری دارند، همین سال 2013 و فکر من نشان میدهد. در سال آینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در 6 ماه اول مشغول برگزار نمودن جشن استقبال 40مین سالگرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و این مشغول می باشد و قسمت اخیری سال هم همگان می دانند که در کشور انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان گذاشته خواهد شد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در این چهاربینی سیاسی حضور فعال خواهد داشت و در این دو چهاربینی مهمی که ما در سال آینده داریم، امید داریم که حکومت کشور با ما همکاری خوبی را خصوصا در این استقبال جشن 40 سالگی که ما داریم همکاری خواهد کرد که از جانب حزب مراجعت شد به دستگاه حکومت. سال 13 با این سوال من خیلی جواب میدم. معرکه انتخاباتی ولی اعلان نشده است و منم در برنامه ها گفتم که پیش از پاده چنگ انداختن چندان خوب نیست. این قدری که قانون گذاری مکمل نیست، ما میدونیم که دسترس شدن به حزب‌های دیگر در این شکل کمبودی که قانون انتخابات مکمل نیست و استانداردهای بین المللی که خودمون اون استانداردها را کپنهاگن و در کشنیاف امضا کرده با موافق نیست. برای اینجا ما بسیار یک چیز نداریم، یک آرزوهای خیالی نداریم، لیکن شرکت ما در این معرکه البته وجود دارد. در سال 2013 انتظارات زیادی را چشم داریم، بخصوص حزب دموکرات تاجیکستان با نامزد خود که ما پیشتر توسط وسایل اخبار عامه اعلام کردیم در انتخابات پرزیدنتی باید شرکت ورزد و در آنجا مقام خود باید معین کند و انتظارات ما با زمین است که چخیلی که پیشتر قید کردیم و حزب دموکرات شامل کمیته ائتلاف است و همین کمیته هم برای دموکراتی برگزار گردن قانون انتخابات کوشش به خرج برده است. انتظارات حزب دموکرات تاجیکستان که یک انتخابات واقعا هم دموکراتی و شفاف پرزیدنتی در تاجیکستان برگزار گردد و این هم دستاورد ما می شود، نوابسته از اون که کی برنده انتخاب می شود. من باور دارم که در انتخابات سال 2013 هم چنین محیط مساعده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در مملکت سازگار میماند و انتخاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سطح بلند، در سطح آزاد با رعایت همه پرینسیپ‌های دموکراسی برگزار می شود. در عرفه من سال 2013 یکطور برنامه‌های اصلاحاتی بر تهیه نموده ایستادیم تا اینکه در انتخاباتی که در پیش شده است، انتخابات رئیس جمهور با برنامه مشخص از حزب نمایندگی کنیم و برای همین همه ریاست حزب در ریاست‌های تشکیلات‌های ابتدایی حزب در محل‌ها از روی این مسئله کار برده ایستادند.